ای خدایا نمرده، 1000 مرتبه شکرت. سلین جان چیزی هست که داری از من مخفی میکنی دخترم؟ مامان این چه حرفیه میزنی؟ آخه نزدیکترین دوستاش هم مثل تو پریشون نیستن مادر. مامان علی دوست منم هست. واقعا؟ ولی من فکر میکردم شماها با هم کنار مامان نمیان. از صبح تا حالا دارم از ترس میمیرم. حالا اومدی اینجا بازجویی میکنی، انتظار داری چی بگم؟ اگه چیزی هست که باید بدونم بگو، یه وقت از کسی دیگه ای نشنوم. چیزی نیست مامان، واقعا چیزی نیست. دختر قبل از علی چرا مثل دیوونا اومدیم اینجا؟ خیلی سوال میپرسی. بهت گفتم اگه اذیت میشین نیا. من که اصلا متوجه نمیشم. Rana ablaydı mı? Yukarıda salonda. آبجی رنا جون. خوش اومدی توچه جون. بشین عزیزم. اومدم باهاتون در رابطه با علی صحبت کنم. مشکلی که پیش نیومده. نمیتونم بهتون دروغ بگم. علی رو بردیم بیمارستان. علی چه شده؟ سلین یه بلایی سر علی آورده. چی؟ جواب تلفنو بدم. خیر باشه، جایید که نشکسته. نه یه اتفاق کوچیک بود. اگه کمک میخوای بیام. دمت گرم، مشکلی نیست. تو نمیای تو ساواش؟ بعدم میام. اوه داداش، اومدی پرستاری کنی؟ فکر کردی تو رو تنها میذارم پسر؟ دمت گرم. ایشون مادرته درسته؟ تو بیمارستان آشنا نشدیم. آره مامانم امره مامانم. خانم خیلی خوشبخت. منم همینطور. مثل خواهر دختراتونی نه مادرشون. متشکرم. چقدر پرروه که مونده مخ مامانم بزنه. آبجی میشنون. ما هم گفتیم دوستمون تنها نذاریم. ما یعنی کی؟ ما یعنی دیگه فکر نکنم لازمه گفتن باشه. اوه خدا نه. علی عمه جون چی شده؟ اگه یه نفر دیگه ازم بپرسه چی شده، اون یکی دست من میبرم. خدا رو شکر به خیر گذشت رنا خانم. البته ما هم خیلی ترسیدیم. به خیر گذشت کنیش. حالا کجاست؟ داره با تلفن حرف میزنه. علی این اتفاق چطور سرت اومد؟ میشه لطفاً به من بگی عزیزم؟ به چه زبونی باید بهتون بگم؟ تو چه همه چی رو به هم گفت پسرم. از کی داری حمایت میکنی؟ بیچاره شدم بیچاره. رنا خانم میشه لطفاً به ما هم بگی چی شده؟ البته که میگم، اما شاید تمام ماجرا رو یکی از این دخترها بدونه. نظرتون چیه ها؟ میشه لطفاً این ماجرا رو تمومش کنین؟ خواهش میکنم. مامان من میتونم برم تو اتاق؟ یک به یک حرفایی که به علی گفتی و تا به مام نگی هیچ جا نمیتونی بری. سلین جان چه خبره؟ گنش خانم ممکنه شما خبر داشته باشین. رنا خانم از روزی که ما اومدیم اینجا همش دارین غیر مستقیم یه حرفایی میزنین که من متوجه نمیشم. به نظرم اگه چیزی هست خیلی راحت بگین. سلین باعث اتفاقیه که سر علی اومده. مگه نه سلین؟ سلین؟ مامان من هیچی نگفتم. دروغ نگو سلین. سلین جان بگو ببینم بین تو و علی چه اتفاقی افتاد؟ به مامان علی توهین کرده. البته که علی هم عصبی شده و با مشت زده توی شیشه. بس دیگه، هر کاری هم که کردم به شما ربطی نداره. چی شده؟ چرا داد میزنی؟ چرا همه وایسادن؟
داشتیم در مورد بلایی که سر علی اومده صحبت می‌کردیم. شاید لازم باشه تو هم بدونی. ببخشید رعنا خانم، فکر نمی‌کنم درست باشه اینجا در مورد این مسئله حرف گلش بزنیم. خانم به نظر من بهتره با دخترتون صحبت کنین، نه من. خب معذرت میخوام. خوبه؟ معذرت میخوام. سلین دخترم، سلین. امره خواهر شما بشین. باید با هم حرف بزنیم. سلین، دست از سرم برداریم. به شما هم باید توضیح بدم. تو اول دست و صورتتو پاک کن بعدن. من اینجا میمیرم، اصلا از اینجا بیرون نمیام. تو نباید همچین کاری بکنی. اون پیرزن جادوگرم همینو میخواد. بمیره ایشالله. به اون چه ربطی داره؟ دختر پیش امره آبرومو برد. سلین ببینم چی داری میگی؟ اینقدر مزخرف نگو. اون میخواست تو رو بزنه، تو هم از خودت دفاع کردی. فکرشو نکن، راحت باش. آهان، منظورمو فهمیدی. وای جدی میگین دخترو؟ البته حقیقت که این نیست، ولی خب چاره ای نداریم. مطمئنم الان دوچه داره از خوشحالی برای خودش میرقصه. سلین، پری، شما یه نگاهی به خودمون بندازین. ما وقتی سه تامون کنار هم باشیم هیچکی نمیتونه مقابلمون وایسه. البته باید میگفتی 4 تامون. یکیمون هنوز پایینه و داره جواب حرفای رعنا خانومو میده. من از طرف دخترم از شما عذرخواهی میکنم. میدونم حرفایی که سلین زده انقدر سنگین بوده که نتونستیم بگذارین، اما شما هم رفتارتون رعنا خانم خیلی درست نبود. من تا الان دختر بزرگ نکردم ولی مطمئنم که سخته. اما اینو بدونین که اگه بعد از اینم اینطوری بی قید و بند به حمایت از اونا ادامه بدین، در آینده خیلی بلاهای بدتری سرتون میارن. من نگفتم بی قید و بند حمایتشون میکنم. ببینم ما چرا با هم تفاهم نداریم؟ اگه مشکلی هست بگین لطفاً. چون شما دعوا کردن و حد و حدود نشون دادن و با هم یکی میدونین، شاید از اون بابته. ببخشین اما بسته دیگه خواهر، کدورت بسته. معلومه که بی دلیل نبوده. خب علی هم رفتارش نرمال نیست. فکر نمی کنی به عنوان پدرش باید ازش حمایت کنی ها لوک؟ این مسئله با طرفداری حل نمیشه. توی خانواده باید بین خودمون حلش کنیم. منظورت از خانواده؟ من برم با سلین حرف. به نظر منم بهتره حرف بزنین. دختراتون مشکل روحی دارن گنش خانم. خواهر بسه. حالا که یه لحظه، خودم میدونم با دخترم چطور باید رفتار کنم. رعنا خانم شما دخالت نکنی. بعدشم برای تربیت بچه‌هام نمیخوام نصیحتی بشنوم. الانم با اجازه. به ذهن من یه نقشه یه انتقام عالی اومد. پسر رعنا هستش ساواش. چرا اون یه جای دیگه زندگی میکنه؟ رعنا هم گفت نزدیکش نشیم. باید بفهمیم چی کار کرده. خب چیو میخوان پنهون کنن؟ یه بیچاره افسرده است که میخواد تنها باشه، همین. دختر تو چیزی میدونی؟ ببین تو همش میبینیش، اگه چیزی میدونی بگو. درسته منم از رعنا خوشم نمیاد، ولی پسرشو وارد این کار نکنیم بهتره. به نظر من کار خوبی نیست. به نظر منم همینطور. بچه‌ها ما رو تنها بذارین. نه مامان نمیخواد برن. من چیزی از خواهرام ندارم که